سلام بچه اومدید. والا نمیدونم دیشب چی شد، من صبح بیدار شدم اینجا افتاده بودم، یه ماشین فقط از اون بیشورا مونده بود، داشتمارم نبود، هر چقدر گشتم نبود. تو ماشینه یه لباس بود و یه نامه، این نامه بود که بذار براتون بخونم. ببین اگه میخوای رفیق زنده بمونه بهتره که پی حرفای ما بری، با این شماره تماس بگیر. اینا نوشته که والا مخواستم زیم بزنم بگم داداش رفیقمون آوردی، بگی آره، بگم نوش جونت، هر کار دلت بخواد باش بکنی بکن، من دیدم حالا فایدش نداره. نه داره داشلامار، مادرش گناه داره. حالا بذار یه زنگش بزنیم ببینیم چی میشه. 0901 02 021 3004. قطع کرد که یه پیام اومد. نوشته چی؟ نوشته خوب شد که سر هر بود، فکر نمی کردم اینقدر باهوش باشی، نوکرتم. سریع این عملیات رو 4 تا مأموریت باید انجام بدی که تو این 4 تا مأموریت 4 تا تیکه نقشه پیدا می‌کنی. اون نقشه به تو میگه که لامار کجاست. بله خلاصم بعدی حرف بعدیت به تا ما حالا تا سمت پایین میریم ببینم چی میگه. برم هوا ماشین اصلا دیشب تا حالا من ندیدم ماشینه. برم هوا ماشینم ببینیم پیام یارو چی میده، ببینیم چی میشه. خب بچه ها ماشینم اینهاش، یارو پیام داد گفت که برای اولین مأموریت 3 روز دیگه است. اولین مأموریت یعنی امروز که 3 شنبه است، یه هفته دیگه با هم بریم مدرسه. بعد وقتی بیچاره شدیم. من اون موقع ویدیو میذارم چون کانالم رو دنبال کن، یه شورت ویدیو هم گذاشتم، برو تو همین کانال است، برو نگاش کن درباره خود کاناله که اگه میخوای محتوا بیشتر تولید کنم باید اون عملیات ها رو انجام بدی. بگراندم هم کامل شد. نوشته امروز که 3 شنبه است، یعنی 3 روز دیگه که میشه چند شنبه، فکر کنم میشه شنبه، آره یعنی 3 روز دیگه شنبه باید با لباس و علامت ارتش بری تو ارتش و اطلاعاتی که از ما به دست آوردن، نه ابلیسن دیگه، از ما به دست آوردن رو کاملا نابود کنیم. بله متنش بود، یه کوچولو نور دستکاری کنم، این متنش بود و یعنی ما تا 3 روز دیگه بیکاریم، بریم 3 روز بعد بیایم درنش رو سرویس کنیم. ای یک برمی کنیم صبح هیچ سرها در حساسه میشه. شب در کنیم و بچه الان یه 3 روزی شد داشلامار کار رو برام مدیر کرد. الان من به عنوان یه ارتشی هم و باید بریم ارتش و مدارک که گفت و نابود کنیم. پلیس هم جالش نیست که بریم کار نداره، ولی کسایی که تو برجکن رو باید بزنیم ناکت کنیم، چون من هیچ حقی برای ورود به اونجا ندارم. اینو داشتم رو لسته اما که بند خدا معلوم این الان کجاست، داره دست ماشین میچشه، چیزی که بدبختیه داره بیجاره جای اصلا برای من مهم خرسی میشه رفیقمه، اما سخت چیزی که رفیق آدم پیشه تو شعبه بزرگی آدم پیشه داریم ارتش. من به خدا فقط دارن که مادر پیرش در امان باشه، یعنی خوشحال باشه، این کارو کردم فقط به خاطر اینکه حرمت مادر رو تو این سرزمین نگهش کنم. نیماجی تیه سقوده هایت نیماجی تیه. بریم ارتش بیاریم. بچه این خیلی کثافت ابلیسی،
تا من رسیدم تو ارتش به من پیام داده گفته باید با یه جت جنگی از اونجا فرار کنی و بری خونه یه فردی که یکی از ماها رو دیده رو بزنی جر بدی. بگم ابلیس پوفیوز دلغک که میگه منم با خودت میومدی گفتی منم تو ورودی ارتش این شکلی شده. اونجاست کجا اومدی؟ اوف طبقه آخر این برجه که ارتش همون تا حالا نیمده نمیدونم کجا میشه. خب اینجا که هیچی، اینجا هم هیچی، اینجا چی؟ اینجا که طبقه دومه، اینجا که طبقه سوم باید باشه که چیزی نیست. اینجا چی؟ اینجا هم هیچی نیست. اینجا طبقه سومه نمیشه رفتوش. کجا هم پس این پوفیوزا؟ برم مدارک رو پیدا کنم به فناشون بدیم. آشغالای بیشورو مدارک ها رو. اینجا طبقه 4 فکر کنم اینجا طبقه آخر باشه و در نهایت برسیم به پایگاه داده های ارتش. خب گوش بس، چرا یه چیزی نیست؟ این پله ها کجا میخواد تموم شه؟ آها به یه راهرویی رسید. اصلا نمیتونم تیراندازی کنم، سیستم عاملا اینجا خیلی حساسن، بنابراین با شوکر میزنمش. چند تا تیری زد ولی آنچنان تأثیر نداشت. ولش کن جهنم. اینجا چیه؟ آها اینجا پایگاه داده هاشونه. ببین من همینجا قطع کنم فکر کنم دیگه. نه یه ذری ما به این دستگاه بریم این چیکار بکنیم. خب الان من خب این همه از میان این همه داده و اطلاعات چجوری پیداش کنم؟ یه فکری زد تو سرم. نظرته؟ میگم من که چند تا C4 دارم. C4 بیندازم لا این اطلاعات. یه شوک الکتریسیته هم بهش به اطلاعات بدم. چند تا جرقم زد. حالا یه سیش دیر بابا همتون همینو میگیم بگم برم تو این. نه خب دوش. خب اینجا هم چند تا کامپیوتر وجود داره. الان درستشون میکنم. یکی تو این، یکی هم تو این. حل چشاته. اینه اطلاعاتشون. چند تا کامپیوتر بود برای من پایگاه اطلاعاتشون خب به فنا دادم. میخوام همه اطلاعات از کجا. خب حالا باید با جیت فرار کنیم. یه لوکیشن به من داده. لوکیشنه میشد اینجا. یه خونه تو سندی شورت که این ناحیه بود. باید با جیت جنگنده فرار کنیم و بریم اونجا دهمنشون رو سرویس کنیم. ولی من از یه چیزی میترسم. اینجاها پدافندهای سگی داره. دهن ما رو ممکنه سرویس کنه. بله. خب باید چیکار کنیم؟ یه انیمیشنی بود اینجوری میکرد باید به فکر بدیم.
اینجا 2 تا جت جنگنده ضد گلوله داره. اینا اطلاعات از داشتم در آوردم. گفت باید با اون جت جنگنده های ضد گلوله از اونجا فرار. اصلا من این اطلاعات عقب نداشتم، فقط با این حرکت این شکلی در آوردم. بله من برم جت رو پیدا کنم بزنیم به چاک. Entered Fort Zancudo airspace. Divert immediately. شما اون جت رو پیدا کردم دارم فرار کنم. منتها لحاظش تنها چیزی وجود داره اینا الان خیلی دنبال و پیگیر الان خیلی پیگیرم. به خدا الان با جت میفتن دنبال میدارم. اگه نیفتن بفر بخوام. لوکیشن کجا بود؟ اینجا بود. و از سر آخر رو کچ کنیم بریم به این سمت. باید موشک رو بیارم. بزن بریم به سمت سوی. بزن بریم. یک کمریزیمون نشه. کنگه من همونم که چشلی نکنم. خواستم دریام بشم. همینجا ها باید آتش بازی به افتخار 4 تا سال کرده. بگیرم پایین یکی بزنم شیش نشد. آوری بنده یکی در فرد سعی میکنم که بزنم. من همونم که میخواستم دیگه به نزدیکترین ماشینی که اونجا پارک شده مراجعه کن. این پازل چارتی بود. ما باید این پازل رو به داشتمار یه تیکه اون پازلم نمیدارم و تا حالا من مونده او یارویی که تا حالا تو زندگیش جت جنگنده سوار نشده چجوری من باید به افتخارش یه جت جنگنده رو فدا کنم؟ من کی تا حالا جت جنگنده؟ من اصلا خلبان نبوده. چطور ممکنه؟ چی شد؟ عشق بلاما اون میشه یعنی بذاری زوم میکنم روش با سنایپر. نه اونجا که زدیم ترکوندیمه اون میشه خودشه همینه. باید بینه بسن تو ماشین. خب
رسید. یه پیام دیگه اومد. توی ماشین رو بگیر. این چیه؟ اینه. که نامعلوم نه فکر کنم یه لوکیشن نشون بده ولی این یه دوتا مربع یه مربع و یه مربع همین دو هست همه تون داریم مخبری تو کاغذ Oh shit! این همه تون داریم مخبری تو کاغذ میدونم که لازم میدونم که con mucho gusto te la dueño. A Chihuahua hot dog, Carmen, a Chihuahua